دوباره خوش آمدین دوستان عزیز. با شما هستیم از ادامه برنامه عصر حریوا. اینجا در برنامه جناب آقای فواد احمد محمدی از جمله جوانان موفق و دانشجویان عزیز در برنامه امروز با ما هستند. می‌خوایم در ارتباط به امانتداری و اینکه امانتداری چه مفهوم داره، چه چیزهایی میتوان گفت امانت هستند و چگونه میتونیم یک امانتدار خوبی باشه، با جناب آقای محمدی صحبت‌های خواهیم داشت. انشالله که بیننده این بخش برنامه با ما باشه. جناب آقای محمدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. منم به نوبه خوب شما یک سلام خاصی دارم و یک سلام دیگه هم به تمام بینندگان تلویزیون اصلاح و به خصوص برنامه عصر حریوا. بسیار تشکر جناب آقای محمدی. از اونجایی که موضوع برنامه امانتداری هست، در ارتباط به امانتداری صحبت بکنیم، اینکه چه مفهومی میرسونه برای ما امانتداری. بله، خود امانتداری اگر بخوایم از نگاه لغوی رو نگاه کنیم، امانت به معنای چیزی که در جای امن و ایمن قرار داره. یعنی هیچ ضرری نه از نگاه روحی نه از نگاه هیچ چیزی نمیرسه برای از اون. خود امانت چیزیه که از دست کسی به دست کسی داده میشه. حالا شاید بعضی فکر کنم که تنها امانت اینه که مثلا من یک چیزی دارم دست شما بدم و تمام وسیله باشه. بله. اما این نیست. خود امانت تمام زندگی انسان میتونیم بگیم امانته. دقیقاً. از صحت انسان گرفته، از کلا چیزهایی که یک انسان در زندگی خود داره، از جمله خانواده، صحت و سعادتمندی، دوستان و کلا تمام چیزها. نکته بسیار خوبی که اشاره کردین، گفتین که تنها امانتداری نگه داشتن یک شی نزد یک شخص نمیتونه باشه، در کل زندگی میتونیم امانتداری امانت بگیم. اینکه مهمترین اصل در امانتداری چه چیزی هست؟ بله. اگر بیان کنین بسیار خوب. مهمترین اصل در امانتداری که اصلا شرطیه که باید این باشه تا امانتی هم دست فرد داده بشه، که او به خود صدق و راستی می باشه. به معنای این که اگر کسی شما مثلا به سر از اعتماد نداشته باشیم، بفهمیم که قابل اعتماد نیه، شما اصلا او چیز نمیدیم دست از او. مثال به شما میگم، اگر من یک پول اضافه داشته باشم، خواسته باشم اونا نگهداری کنم، باید یک جای نگهداری کنم که حداقل دلجم باشم از او، بفهمم که اونجا جای ایمنه و امنه، او وقت میبرم اونجا. پس میتونیم بگیم که مهمترین اصل در امانتداری صدق و راستی و باور به اینه که او طرف ما همیشه وقت با ما راسته و هیچ. در ارتباط به اهمیت صداقت و راستی در زندگی اگر بیایم نگاه بکنیم، چقدر نقش داره بر روی هر فرد، بر روی جامعه، بر روی زندگی و بر روی ارتباطات جمعی از اونا؟ بله، اصلا واقعا بگم که نقش صدق و راستی اونقدر زیاده که نمیفهم از کدوم بخش به شما بگم. اما مهمترین بخش به نظر من اینه که از نگاه اسلام نگاه کنیم. چون خود پیامبر ما صلی الله علیه و سلم خود از اونا به نام امین یاد می شدن، یعنی امانتدار، صدیق یعنی راستگو. پس از این میتونیم پی ببریم که دین ما دین راستی و دین صداقته. پیامبر ما کسی بوده که پیش تمام مردم امین بوده. و این نکته هم باید بگم که تنها پیامبر ما در زمان بعثت خود شخص امینی نبودن، یا که فقط بگیم در اون زمان بوده که پیامبر راستگو شدن و امین شدن، نه، بلکه قبل از بعثت خود پیامبر یک شخصی بودن امین، قابل اعتبار در بین مردم و جامعه خود. خیلی اعتبار داشت. دقیقاً باید ما به عنوان امتی جناب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک الگوی زندگی خودمون قرار بدیم. در هر گوشه از زندگی که واقعا نگاه بکنیم میتونه ما کمک بکنه سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قبلا اشاره کردیم که هر چیزی که در زندگی ما وجود داره میشه گفت امانت هست. آیا سلامتی خود انسان یک نوع امانت میتونه باشه و چگونه؟ اگر بیان بله دقیقاً. خود سلامتی مهمترین داشته انسان در زندگیه. اگر کسی سلامتی نداشته باشه، هر چیزی که در زندگی خود داشته باشه بازم برای از هیچ و پوچه. پس میتونیم بگیم مهمترین اصل در زندگی اینه که باید در بخش صحت خود ما باید خیلی متوجه باشه. صحت ما که هست اگر خوب نباشه، حال ما خوب نباشه، هر نوع لذتی در زندگی باشه، هر نوع وسایل آرامشی باشه، بازم ما در مقابل از او آرامش پیدا کرده نمیتونیم. اما با
ای که ما بفهمیم که در مقابل این سلامتی خب ما یک وظیفه داریم که او امانتداری. منظور از این امانتداری که از صحت خود خوب حفاظت کنیم، یعنی صحت خود همیشه خوب نگاه داریم و کوشش کنیم که به صورت صحیح به او رسیدگی کنیم. دقیقاً. چون که یک امانت، اگر امانت را خیانت کنیم خداوندم عذاب شدیدی برای از او قرار داده. دقیقاً. موضوعی که شما اشاره کردین نکته بسیار خوب و آموزنده است که از سلامتی خود بیایم در راههای درست استفاده کنیم، چون یک امانت است. متاسفانه بعضی مواقع دیده میشه، متاسفانه در نزد بعضی از جوانان سلامتی خود در راههای منفی، مثلا روی آوردن به مواد مخدر و اعتیاد مصرف میکنن. در واقع اونا چگونه به زندگی خود ضربه میزنن از لحاظ امانتداری و از لحاظ سلامتی؟ واقعا یک ضربه خیلی بزرگه. میخوام با یک داستان خیلی کوتاهی به شما بگم. یک روز یک تجار میره به یک رستورانت یا فکر کنم یک هتل باشه، بعد شب اونجا می باشه و نصف شب که میشه کاروان میگن باید حرکت کنیم که کاروان باید زودتر برسه به موقعیت. خب همینجا میشه که همین نفر میگرده دنبال همون صاحب هتل و بعد از او صاحب هتل پیدا نکرد دیگه، بالاخره مجبور شد که رفت، چون پول از اونم نداده بود، به فکر بود. زمانی که رفت به تجارت همه پول اون نفری که صاحب هتل بود گرفت با خود برد، با او تجارت کرد. و بعد از چندین سال بعد از او آمد دوباره به همون هتل و 2 بار شطور هم با خود آورد پیش انمو صاحب هتل، گفته که فلانی این بار تو بوده و این حقتونه. گفت من که یک ذره از تو حق نمیخواستم، اصلا من ایت مال به تو ندادم. او گفته نه، تو من یک شب اینجا مهمان تو بودم، همون چیزی که دستمزد تو میشد من نشد وقتی برای تو بودم، پس او بردم با خود تجارت کردم و این را آوردم برای شما. حالا زندگی این انسان هم همینه. خداوند جل جلاله برای ما یک چیز خیلی مهم داده به نام صحت و سلامتی که ما باید این در راه خوب از او استفاده کنیم. و راه خوب از او چیه؟ راه خوب اونه که چیزی باشه که هم به خود شما نفع برسونه هم به دیگران. مثلا اگر کسی قدرت بدنی زیادی داره، مثلا ورزشکارا، این ورزشکارا زمانی که ورزش میکنن بدن خود قوی میکنن، یک از کاربردهای مثلا اینه که خود اینا صحتمندم، میتونم برای کشور خود مدال آور و افتخار آفرین بشم و همچنین از راههای دیگه همچون مواد و اعتیاد و نمیفهم دیگه چیزها دور بشن. دقیقاً. بلکه اونها در واقع از نعمت سلامتی خداوند برای از اونها عطا کرده و امانتی که در نزد اونها هست به نحو احسن استفاده کردن. اگر بیایم در ارتباط به صحبت بکنیم که چگونه یک امانتدار خوب باشیم، چه راههایی وجود داره برای که ما بتونیم امانتی که نزد ما هست، چه از لحاظ صحت، سلامتی، چه از لحاظ اشیای مادی و معنوی، چگونه باید یک امانتدار خوبی باشه؟ مهمترین اصل در امانتداری هم تو گفتیم راستیه. بله. یعنی این که باید همیشه راستگو باشیم. زمانی که یک امانت ما میخوایم به دست خود بگیریم و او نگهداری بکنیم، باید اول از خود نگاه کنیم ببینیم که آیا من توان ازیر دارم که نگهداری کنم، آیا توان ازیر دارم که به نحو احسن از استفاده کنم یا که او به یک جای صحیح نگهداری کنم. مهمترین اصل اینه. و بعد از او آیا اگر من به شکل نگاه دارم آیا این مشکل نمیخوره؟ حالا بعضیا میگن که مثال به شما بدم، بعض از جوانا میگن ما نه میریم زندگی خور هدر میدیم دنبال کارهای مثلا عیاشی و نمیفهم بخش اعتیاد و همچین چیزا، نه او کار میکنیم بگم بخونه خب مثلا نشسته ایم هیچ کاری هم نمیکنیم. این هم که هست، این هم خیانت در امانته. پس باید اگر ما یک امانت داریم باید از او که نگهداری میکنیم باید به نحو احسن هم از او استفاده کنیم. مثلا قرآن کریم خداوند جل جلاله به حیث یک امانت برای انسان داد. اولتر او برای یک کوه گفته ای خداوند جل جلاله فرمودن که ای کوه این تو قبول میکنی؟ اما کوه قبول کرده نتونسته اگر اون امانت که قرآن باشه، ولی انسان خیلی هم ضعیفه چون خداوند میفرمای خلق الانسان و ضعیفه، بازم انسان قبول کرد. حالا بعضی میبینیم میگن چرا خداوند ما نمیفهم به این دنیا آورده و از ما امتحان میگیره؟ چون این خود انسان قبول کرده. پس باید زمانی که یک کاری قبول میکنیم اول باید نگاه کنیم ببینیم در توانایی ما هست، آیا همین کاری که انجام میدیم توانایی رو داریم و بعد او باید به شکل صحیح و درست از کار. دقیقاً. اصل امانتداری موضوع در جامعه خصوصا در بین جوانان چگونه میبینید شما آقای محمدی؟
واقعا اگر بگم خیلی وضعیت وخیمی داریم فعلا، بله. چی از نگاه معنوی و چی از نگاه مادی. اگر از نگاه مادی نگاه کنیم که واقعا کشور خیلی به هم ریخته، اصلا هیچ چیزی به نام امانت داری فعلا نمیبینیم. در بین خود جوانان امروزه شما من حیث یک جوان در بین دوستان خود چگونه میبینین مثلا یک امانت نزد از اونها سپرده میشه، چگونه کوشش میکنن که امور به نحو احسن حفظ بکنن و امنیت از اون نگاه دارن؟ بله، به نظر من واقعا امانتداری زمان خیلی کم شده و مهمترین چیزیه که باید در بین جوانان رونق پیدا کنه و رشد کنه. چون که حتی من یک دفعه چیز ناقابلی هم بود، یک CD ویندوزی بود، دادم دست دوست خود، گفتم که بگی کار خورم انجام بده، دست تو هم باشه باز بعداً میگیرم. وقتی دادم دست از یک سال 2 سال بعد تیر شد، یک دفعه لازم شد گفتم فلانی امیر بیا. اول که خیلی بانه کرد و گفت اگه نمیتونم بیارمشم چه کاره. بعد وقتی که فهمیدم و از موضوع خبر شدم دیدم که اصلا نه، او CD وجود نداره، او نمیفهم گم شده بود، خراب شده بود. پس اصل امانتداری در قسمت ارتباطات هم نقش بسیار مهمه. بله 100% خیلی. اگر شخص امانت دار نباشه هیچ وقت نمیتونه در بین مردم باشه. مثال اگر یک شخص عالمی باشه، زمانی که او دین رو میخوای برای مردم بفهمانه و برای از اونو بگه او دین نشان بده، اگر اصل صداقت در او مراد نکنه هیچ گونه نمیتونه که دین رو برای مردم برسانه و در او دین خیانت کرده و بزرگترین جزا برای همین انسان داده میشه. دقیقاً. جناب آقای محمدی عزیز، برای اینکه بتونیم امانتدار خوبی باشیم، چه از نگاه سلامتی، چه از نگاه مادی و چه از نگاه معنوی و نعمت‌هایی که خداوند برای ما داده، خود شما در زندگی چگونه تانستین و چقدر کوشش کردین این امانت‌ها بتونین به وجه احسن از اینا استفاده بکنین؟ بله، مهمترین راه اینه که زمانی که اگر ما که از یک امانت نگهداری کنیم، باید فکر کنیم که همین امانت مال خودمونه. مثلا چی میتونه همون شاگرد باشه که زمانی که میره مکتب درس میخونه، اون درسی که میخونه باید فکر کنه یک امانتیه، من باید شکل صحیح درست یاد بگیرم استفاده کنم که کشور آباد بشه. چی یک مالی باشه که مثلا یک فرد دست ما میده، چی یک مقام و پست باشه که خواسته باشیم او به دست یک نفر بدیم که مو مقام پیش ببره یا مو وظیفه که داره انجام بده. مهمترین بخش اینه که باید بفهمیم که اگر امی امانتی که فرد داده دست ما، اگر امی از ما می بود و دست از او می دادیم، دوست داشتیم چی رقم باید برای ما نگهداری کنه. ما باید این قسمی باید از امانت نگهداری کنیم. فکر کنیم که امو اشیا و یا هممو اجناس از خود ما هست و به وجه احسن از اونها نگهداری بکنیم. حتی اشاره کردین که وقت هم یک امانت است. وقتی که سپری باشه دوباره باز نمیگرده، باید از وقت خود هم به صورت درست استفاده بکنیم. و میماند بحث علم و دانش، آیا این هم یک امانت میتونه باشه؟ 100% علم یکی از بزرگترین چیزهاییه که در دست انسان امانت میباشه. بله. خداوند جل جلاله در قرآن کریم میگه که علم بر مرد و زن فرض میباشه و مهمترین اصل هم همینه، چون با علم و دانش میباشه که انسان میتونه تمام چیز رو بفهمه. علم خود یک امانتیه که باید در طول زندگی خود از او استفاده کنیم. مثلا اگر کسی که مثلا یک انجینری اگر خواسته باشه که امو علم خود استفاده کنه، این علم از پیش از او یک امانتیه، باید برایش درست استفاده کنه از این کار. مثلا در اون کار خود خیانت نکنه. اگر کسی میگه که من علم خود دارم، چی خیانتی که در او کردم؟ اما اگر در یاد گرفتن علم بعضی و خیانت نکردن، در عمل کردن به علم هم که خیانت بکنن، این خود یک خیانت محسوب میشه در نگاه. دقیقاً. یعنی وقتی یک علم فرا میگیریم باید از او به راه درست و به وجه احسن استفاده بکنیم که نه تنها خود ما فیض ببریم بلکه یک جامعه، دوست، شهروند و در کل اون کشور از اون علم و دانش بتونن فیض ببرن. اگر کدام صحبتی باقی مانده باشه و پیامی داشته باشین جناب آقای محمدی، از زبان شما میشه. در آخر یک پیام دارم برای تمام والدین عزیز و خانواده های گرامی که
کوشش کنیم تمام اطفال خود از سنین کودکی اونا رو تشویق کنیم به اینکه امانت دار باشن. چطور میتونیم اون رو تشویق کنیم؟ به این طریق که خود ما امانت داری برای از اون رو نشان بدیم. یک زمانی اگر دوستمون چیزی دستمون میده یا که مثلا کسی به ما چیزی میگه، همون امانت رو به پیش خود نگاه داریم و اونام از ما یاد میگیرن، چون ما الگویی هستیم برای جوانان خود و برای تمام اطفال و کودکای خود. کوشش کنیم که صداقت و راستی و امانت داری برای از اونها یاد بدیم، چون که اگر یک درختی که زمان خود باشه اون میتونیم ما راست کنیم، اما اگر زمانی که بزرگ شد خواسته باشیم اون دوباره راست کنیم و کجبود نمیشه و کار ما هم سخت میشه. پس نکته بسیار خوبه که اشاره کردین، اصل امانتداری در خانواده و در بین کودکان باید رشد پیدا بکنه. میخوایم به عنوان آخرین سوال اگر به این نکته هم اشاره بکنین، چگونه در بین خانواده بیشتر توضیح بدین برای اطفال بیاموزانن که یک امانتدار خوبی باشن در آینده؟ بله، اگر بیشتر توضیح بدین بسیار خوب باشه. چشم. خود خانواده یک قانونیه و یک جای آموزشیه برای تمام اعضای خانواده، به خصوص افرادی که در اون خانواده از جمله خردسالا می باشن یا هم اطفال. در اون زمان و اطفال خصوصا در سنین 3-4 سالگی تا به سنین 15-16 که به سن بلوغ میرسن، در این سنین هر نوع کار و عملی و فعلی که از ما ببینن او رو یاد میگیرن. ما کوشش کنیم اولین کاری که میکنیم امانت داری در خانه خود یاد بگیریم. اگر کسی به ما رازی میگه او راز نگه داریم، اگر کسی دست ما چیزی میده او چیز نگه داریم، اگر کسی به ما کاری میسپاره او کار به وجه احسن نگاه داریم. حتی همین کاری که ما انجام میدیم این خود یک امانتیه. حتی اگر یک حرفی هم که میخوایم به یک نفری بزنیم و او باید حتما باید به همون نفر بگیم، او خود یک امانتیه که مثلا دیگه طرف نره او حرف. پس ما باید کوشش کنیم که همیشه وقت هر چیزی که ما که به نحو احسن خود رشد کنه و پویا بشه و درست صحیح به جای خود قرار بگیره، باید از کانون گرم خانواده شروع کنیم و مهمترین اصل و مهمترین بخش از او هم امانتداری، صداقت و راستی که باید به اطفال خود ما یاد بدیم. بسیار تشکر از حضور شما جناب آقای فواد احمد محمدی، می‌ذیم که امروز در برنامه عصر با ما بودید. و سپاس از شما خوبانی که تا این لحظه بیننده برنامه عصر اریوا بودین. رسیدیم به پایان برنامه امروز و ناگزیر هستیم از حضور شما مرخص بشیم تا برنامه بعد. خداوند یار و نگهدارتان.